هر کسی بخواد راه به طرف خداوند متعال بره چی کار بکنه؟ هر چی میتونه روزه بگیره. عزت از مردم، بله، کم خوابی، نماز شبش ترس نشه، تهجد داشته باشه، سجده یونس رو داشته باشه. چه عددی؟ 400. کمدین 3000. عجب. دستوری برای قرب به امام زمان علیه السلام، خلوت با حضرت، روز 1 ساعت در حضرت خلوت کنه، اینجای خلوت متوجه به حضرت بشه، زیارت سلام علی آل یاسین را بخونه، بعدم زیاد بگه یا صاحب الزمان عرفنی یا صاحب الزمان ادرکنی، المستعان بك ابن الحسن، زیاد بگه، توسل بکنه بهش، خود رفاقت پیدا میشه. در جاهایی که در عبادتگاهایی که در نجف هست یا امکنه متبرکه‌ای که هست، کجا را خیلی؟ من وادی، همش وادی بودم، وادی السلام نجف، همش وادی السلام بودم، به حدی که بعد شب اونجا میخوابیدم. بله، خواب میبود. چی میدیدید که اینقدر علاقه داشت؟ روح و ریحان، بهشت وادی السلام. غیر از شیخ مرتضی طالقانی در سیر و سلوک و آفعی قاضی مرحوم خدمت ایشون چند سالی بودید؟ 4-5 سال. ایشونو چطور دیدید من حیث المجموع؟ انسان ملکوتی الهی است. بله، فانی فی الله بود، شخص بزرگ بود. دستوری هم به شما میدادن؟ بله، ذکر یونسیه را اون داد من، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در سجده 400 مرتبه. ابتداءً ایشون گفت. ایشون گفت. ذکر یا حی یا قیوم 40 مرتبه ایشون فرمودن. اگه چیزی در نظرتون باشه بفرمایید، اینا قابل استفاده است. ایشون شخص ملکوتی بود، فانی فی الله بود، این مردم نبود.